با نام خدا و با عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید از ماه مبارک رمضان. از ویژه برنامه افطاری و یا رمضانی در خدمت شما از کانال هرات برگ در خدمت شما هستیم دوستای نازنین. فقط من که از برادرایی که روزه دارم، جوانا مستفیدا اینا سوال جوابا داریم. فقط از شما خواهشمندیم که سابسکرایب تو لایک و شیر آیا شما نرم زنگولگک دست چپ میشه چون یا به دست راست المیر که فشار بدیم زنگوله نشونی ای بودم گردن بغزالی بیبیم بدینیم همرنگمونه همون حتما اونجا رفته داخل گوشی شما رفته. انا بریم داخل یوتیوب انمیر فشار دیم تمام ویدیوها، نمایشنامه، گزارش‌ها، بالاخره رمضانی، افطاریار همینا همه اونجا هسته دیگه. می کو ارزش نداره کردم ما به شما توضیح بدم چند مثلا میشه نیم قران پول افغانی. همینا که ما نیاز داریم به حمایت شما. انمی کانال هرات برگ در خدمت شما هسته، ما فراموش نکنیم، ما را حتما به می بابت حمایت کنیم. تشکر شما. جلالا سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ یارو خوشحالم بخیرین. زنده باشیم، سلامت باشیم. طاعت و عبادات شما قبول. زنده باشی. به خیالم امیت روزه دارین که به کل شما رو ببرد علاق کرد. یعنی خسته نشدین؟ نه خدا نکنه. خب اگر مثال تا به ساعت 10 بجه شو مثال میگم افطار نبودی شما میتونستیم بگیریم روزه؟ بله هوشته نمیگیریم، دو روزه میگیریم همین تو بزرگ از خدا. ماشاءالله نام خدا. سن شما چنده؟ 45. خب چند ساله بودیم که روزه گرفتیم؟ یارت 15 بودیم میگرفتیم. 15 ساله. سن شما زیاد نبود؟ نه. فکر کنم مال 10 سالگی 9 سالگی روزه میگیرم. میگیرم. خب رسم و رواج ماه مبارک رمضان قدیم تا به حال فرق کرده؟ شریعت فرق نکرده. مثلا از هر بابتی چی مثلا فرق کرده؟ همین که حال اشاره هم بشه جلوی‌تر میگیرم از اصلیگی هم روزه میگم ولی همین شاگرد ما روزه داره. روزه داره؟ خب حساب افطاری فرق میکنه؟ اشته فرق نمیکنه. اون وقت چیزی نبود گلو. خب با میگم اون وقت مسجدها خیلی چیز بوده، بیشتر با مسجد اون وقت میآوردم اما لکم میارم. اما لکم خیلی میارم لالا. اما لکم میارم. اما به این مسجد ما مقدار میارم شما که چی بگیم بابا. اجی والده حیات دارم. بله خداوند اونا رو عمر بده. وقتی که شما به سندای عزیز بچه بدین پخشا فینی یا حلوار بدادم به دست شما گفتم ببریم نه جو به مسجد. حقیقت راستی برفتیم خورم مسجد جدا کردیم اینا رو به یک جای. نه گپا نبوده میبردیم. که میگن خبر غلط کر بردیم. نه گپا نبود. میبردیم هرچی بچه ها خور به جلوی ما مینداختم ما میبردیم. شما به مثل بعض بچه ها به می ماه مبارک رمضان بیشتر به سر شما به خاطر افطار میره جلو همیشه بیدا حال نیه حال همه لکم میرن همی شاگرد همه لکم میره بیشتر میبینم گم شد میبینم میرن به خاطر یک پخشاب شلماش به شما میاره؟ نه دیگه نه. جور و سعادتمند باشیم. خوشحال شدیم دیدن شما. کم دیر گفتیم خود شما اختلاط کنیم. خوبه خوب گفته. خوشحال شدیم. کاروبار خوبه؟ شکر. تشکر. افطار خود شما بریم. خیر بینه. سلامت. السلام علیکم. مونده نباشیم ماما جان. و علیکم خوبیم. ساعت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. زنده باشیم. نام شریف شما؟ موسی. خب ماما جان اینجا شش نه ماست میفروشیم. های ماما بارک الله بارک الله. خب بگیم چره؟ شما خبر ندارین که ماه مبارک رمضان دهنا بسته شما اینو ماسار بیاردیم اینجا؟ خب ما برای افطار میفروشیم.
خود زد مال دل ما مخمخه که یک بشکر به سر خود کشیدم بجام کی مگه به دل شما نه امر معروف نهی از منکر ندیدی؟ راست میگیم ما روزه داریم بله حتما 100% شما هم داریم میفهم تو که حتما گردن ما بند با شمال یک گوشنگی نیه امیت هر دم مای خور بزنم به زمین راست میگه شما نباید گوشنه بشیم چره ماشاءالله 100 کیلو وزن شما نه همین وزن هرچی وزن آدم زیاد باشه زودتر گوشنه میشه راست میگه خب بسیار خوب ماما جان اینا رو بشکی چند نمیده اینا رو بشکی 100 روپیه خب لیاز مراد ماه مبارک رمضان چی خب همون 10 روپیه کم کردم 110 روپیه میدادم 100 روپیه گفتم خود به شما از تلویزیون تاوانه نه از کانال ایرادبرگ در خدمت شما تشکر زنده باشید بسیار خوب ماما جان بله گپ بزنیم امسال ماه مبارک رمضان تا به سالا دیگه فرق میکنه بله خب همین فرق برای بیننده بگیم چی فرق میکنه بیننده ها باشه خدمت بینندگان عرض کنم که امسال به این خاطر فرق داره که 2 برابر گرون کردم این ماه روزه که شده هر چیزی که بوده قیمت بکشیدم روی او نه ما به قیمت کار نداریم خیر باشه از حساب گرمی و خنوکی گرمی خنوکی خوب تا حالا که فعلا خوبه به نظری شما خنوکه بله خب بسیار خوب اگر مثال میگم یک دم آواز شما نیه یا گوشنه میشیم یا مثلا خدای نکرده مریض میشیم همین 30 روز ماه مبارک رمضان یک روز دل شما هسته که بخوریم میشه کار خوبیه من حد طور امکان تا دم مرگم دل من نمایه که من روزه خور بخورم راست میگه روزه نباید خیلی سخته روزه که آدم بخوره خیلی سخته یک روز که بخوری تباه کردی خور دیگه خب بعد به حساب شرعی باید چند روز بگیریم میگم 2 ماه 2 ماه بعد روز اگر ضرورت باشه همون روز غذایی میاری اگر قصدن بخوری 2 ماه بازم جا از این روزه نمیگیره هیچ وقت نمیگیره نه خب ماما جان شما چند ساله بودین که روزه میگرفتین ما از 10 سالگی میگرفتم از 10 سالگی بله ها خب حال چند ساله این حال 67 سال 67 سال منتها نمیایم به شما میگن پیرتر نه جوانتره نه 67 سال خب بسیار خوب ماما جان همین رسم و رواج ماه مبارک رمضان خصوصا به مسجدها وقتی که افطاری میبردم تا بال فرق کرده یادم مالم که خوب میارم این مسجدی که ما هستیم تا 12 متره به این مسجد همون مثل مسابق همون میارن آخشته برادرها گفتم که ماما وقتی که ماه مبارک رمضان بوده همین هر شب نماز شومه بله همین 30 روز شما به مسجد بدیم فقط نماز شومه تراویح هم می آمدیم حتما همین علتی چی بوده که شما نماز شومه همیشه بودیم به خاطری که همه میام چیز میکنم و کاری هم ندارم و میام میشینم و یه افطاری میرم خیلی به اصطلاح یه هوا و چیز دیگه داره خاطر حلوا نه به خاطر حلوا هم نی گردن ما بند خاطر حلوا نی نه هیچی پس چرا ترو به مسجد دویده می آمده نه خلاص نشه من ندویدم هیچ وقت ندویدم من ندویدم خب والده شما بله یا بیبی شما به دست شما یا فینی یا حلوا یا شلومش یا آش چیزی بدادن گفتم ببریم به مسجد خورد چپ کردیم به مسجد نه ببردیم گفتیم امی تنها به ما برسه نه ببردیم که همه بخورن افغانی که میفهمیم دیگه یک لقمه نون یک نصف نونیش باشه خودی همه میخوره دو تا کوه خب باز شما بچه کم بودیم نه ماما جان از تو با شکمترم نه راست میگم بلندای عزیز واقعا ماما من میشناسم با بچه کمی ماما جان همین حق شما مرغ بود تو میکردی چرا تو میکردی تو برف گفتی مرغ خودت بخودی زیر درخت بیا تو یعنی ماما همین مثال همین کاسه و شلماشه که شما به من غوری شیشته بدین که چیز کنین چرا با 10 جا دیگه همور میخواستیم از این بیزی میشیشتی به خاطر که ثواب خیلی داره خاطر به شکم شما سیز بسیار خوب ماما جان وقتی که بچه بدیم به خونه 10 و 15 بدیم چند دفعه خور به پالیزا مردم انداخته یاری من ننداختم دوزی نکردم هیچ وقت حقیقت دیگه نه خوی دوزی نمیشه پالیز همسایه دوزی نمیشه حتما دوزیه حرامه بسیار خوب خوشحال شدیم ماما جان وقت شما نمیگیرین چند بشکه مستقیمی هم شما نه همین 3-4 از منه اونه دیگه کسه خب چند تا صبح بفروختین
12 13 تا بود. گپ بزنیم که با مادر بچه ها مخصوص افطاری چی میبریم؟ کمی جلیبی میستونیم. و جلیبی که ما مجاهدم مار بری پست میندازه. باز ما هم میخوریم خودیو. ماس و جلیبی. ماشاءالله. ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من، ماس و جلیبی اگر دیدی تا با کرکنک جا کو. درسته؟ تیار خوشحال باشه ماما. کدوشه بکی کی پخش میکنی؟ بقیه از اینا چی میگم ما به شما. نه بگیم. برای افطار خود شما. زنده باشین. بگیم کانال هراتبورگ. هراتبورگ. میگیره همه به چیزی نه باید تا گوشی شما باشه. تا گوشی شما نه. خب تا گوشی خورسه کنین کانال هراتبورگ سرچ کنیم حتما میاد. تا داخل یوتیوب. یوتیوب بخیر باشین. بگیم که خود روزه ایش داریم. فعلا خوبه روزه خوب میگذره. حقیقت امسال که خوبه کم خنک‌تره. بله هوا کم خنک‌تر هم است. خب اگر یک دم مثال میگم گوشنشیم زیاد یا تشنه باشیم میخوریم روزه؟ نه نمیخوریم. تا حال فشار نه نمیخوره. خب به کل فشار هم که بیا به سر آدم چرا روزه چون به حساب چیز سیل نمیکنه که اردم شد دل آدم شد بخوریم یا دل آدم شد بگیریم. چیزی که خدای پاک همون مار تعیین کرده بعد امور قول خدا بعد ما و شما عمل کنیم و جا بیاریم. خب خواهش شما از بعض جوانا چیه که شاید دوستا بیننده دیده باشم که میبینیم مثال میگم و بعض دوستا بر نخوره امر ما نمیگیم یا غذا میخورم یا سیگار میکشم. بعضا میگم ما عمل داریم مثلا نمیتونیم خود نگاه داریم. این کار میشه کار خوبیه؟ نه کار خوبی نیست. کار خوبی نیست. ما یک خواهش از همین جوانایی داریم که چون که روزه فرضه ما هم مسلمان ها باید از سن 7 سالگی باید روزه بگیریم که چون عادت چه برای ما ماه رمضان که به خاطر که از طرف خداوند جل روزه برای ما فرضه باید او رو به جا بیاوریم. یکی اینه که کسی که سیگار میکشه باید خوشخوشک همین سیگار و تریاک اینا که میکشه باید خوشخوشک اینا ترک کنه. همین دیگه گفتنی خاصی نداره. بسیار خوب. شما از چند سالگی روزه میگیریم؟ ما از 10 سالگی روزه میگیریم. یعنی 50 سال روزه میگیریم؟ نه دیگه 5 سال 7 سال میشه روزه میگیریم. چرا 7 سال؟ شما چند ساله این؟ ما 19 ساله ایم. های ماما های ما مال 18 ایم شما 19 این. بله شما مال شاید 50 60 هم بدید. نه خدا. خب یعنی 19 ساله ایم ها؟ بله 19. بسیار خوب. خداوند برای شما 1000 سال عمر بده. بسیار خوب. گپ بزنیم که چند بار عروسی کردیم؟ ما فعلا کانزه نه نامزد داریم نه چی تا عروسی نکردیم. 19 سال میت پدر هوا بموندیم؟ بله دیگه. به گریه نشدیم پیش پیر مادر خو؟ نه تا فعلا کوکی که کار و کاسبی نیه که ما کار کنه که زن گرفتن به کار کسبی چی کار داره؟ من میگم تاشون بیکار باشیم این کار بزرگ کاری نداره. تا پول نداشته باشی ما به شما راه یاد نه که زودی زن بدم شما. بگین چی راهیه؟ برین قرار که پیش پیر مادر خواهر شو به گریه میگم برادر اگه من زن ندیم پلیس میرم به خارج. با خارج ان که بری کاروبار نی هم افغانی ها برفتم. نه اونا دل اینا میسوزه که شما نریم شما زن میدن. نه اونا که برفتم اونا که زن ندادم برفتم دیگه. بس به شما معلومه. خب تیار خوشحال باشیم واسه ماه مبارک رمضان. جنسا ارزون شده یا گرون شده؟ گرون شده. به برکت ماه رمضان که هست کم جنسا ارزون شده مثلا روغن و آرد و اینا که هست بیشترکی جلو گرون به کم ارزون شده با فعلا کم قیمت‌تر هم شده. حالا با برکت ماه مبارک رمضان جنسا گرون شده. بله گرون شده. الهی شکر خدای توضیح خوب میدم. لالا ما خوشحال شدیم از دیدن شما. برین شب خود شما. سلامت باشید. برای شما افطار. قربان شما سلامت باشید.
سلام لالا جان مونده نباشیم. خوبیم بخیر این سلام. ساعت شما خوبه؟ شکر چی گپ. پیشا پیش عید شریف تبریک میگیم. به شما و همچنین. زنده باشیم. روزه داریم. بله بسیار خوب. همین دقیق بگیم ساعت 1 بجه از دمی که شما سحری کردیم تا بال چند ساعت میشه؟ اگر گفتیم به جلو بیننده برای شما جایزه میدیم بفهمیدیم، اگر نگفتیم مگرم یک شیری یک چیزی زمزمه کنیم. دیگه ساعت 2:30 بوده. ما به 2:30 کار ندارم. تا به حال دقیق چند ساعت؟ 10 ساعت میشه. 10 ساعت دقیق. 2:30 سحری کردیم. 3 نه 3 حساب نیه دیگه. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 یا مادر شما. یا مادر شما. تشکر از شما. خب به شما آدرس نمیه؟ بله بیایم به دفتر کانال رادبورگ. کانال رادبورگ وکیل احمد جان جایزی از اینا را حتما در نظر بگیریم. توفی ناچیزی درسته؟ نه که بای کوبه دادم 11 ساعت میشه. خیر باشه 10 ساعت میشه. خب دوستای نازنین، خدا کنه که به این ماه مبارک رمضان تا به این لحظه کسایی که شما در کنار تلویزیون ها نشستیم خسته کن نبوده باشه برنامه برای شما. سعی کنین که ما داخل دکان آمدیم که اینجا جلیبی پزیه دیگه بخشش باشه. اگه کمک کوفتکی میشیم به خاطر که پیش شما نیه پلا خور بدیم ما میتونیم برای شما مثلا از اینا بخریم، ما نگاه داریم. انا سعی کنین که دوستا طفلا اینجا برات لقمه نون حلال میگردم. سعی کنین بزی هوا گرم 100% امینا روزه دارم. به پازی آتش سرخ به پازی روغنا سرخ جلیبی میپزم. دوستای دارین که به سایه یخ هم به زیر کلیرا شیشته هم به فکر البته بعضا به فکر از اینی هم که روزه خود بگیرم. لالا جان سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ خوبیم بخیر سلامته. زنده باشیم. نام شریف شما؟ عبدالواسع. خب لالا عبدالواسع جان، هوا گرم هم است 100% هم که من میفهم ازم چهره شما معلومه که روزه داریم. ان شاء الله خدا قبول کنه. بله خدای پاک قبول کنه نماز و روزه شما. برارم چند ساعت میشه که شما به پیش از آتشی؟ از ساعت 6 تا صبح تا پشت آتش شیشته. خب یعنی ساعت 2 بجه شده تا حاله؟ تو بال شیشته. بله. تعطیل نکردین؟ نه. خب انال امیر ایکو عمال یعنی ما 1 دقیقه میشه آمدم ما پلوش باشم تشنگی هم که 100% برای شما تاثیر میکنه. اشتا میشه یعنی دیگه عادت کردیم دیگه وظیفه مانه کار مانه دیگه به کار عادت هم بکردیم یکم وظیفه مانه دیگه خانال حال گوش 100% گرمی میکنه. خام و خام هر کس باشه گرمی میکنه. انال گوشنگی کو خیر گوشنگی تاثیر به این آتش نمیکنه. همین تشنگی شما چه کار؟ فقط همین تشنگی که آدم زله میکنه دیگه چیزی نیه. خب نیت شما است که حال ساعت 2 بجه تا چند بجه باشین؟ تا هم دیشه خود تا 12 کار کردیم. امشب شاید تا 11 12 باشه. فقط یک افطار میکنیم پس. بله پس شروع میکنیم تا بعد تا 12 بودیم و 12 بعد تا سحری بیداریم و پس سحری میایم سر کارخونه. بسیار خوب. خب فروش شما چی رقمه؟ روز چند کیلو میفروشید؟ روز 300 کیلو 200 کیلو 400 هر چی بیشتر بزنیم بیشتر من تو هر روز 200 300 تا بیشتر نمیشه. خوبه دیگه نام خدا پس اگه تو باشه. پس ایت معلوم میشه شما اینا رو فروشی نما اینا فقط کسایی که میگم قرارداد میکنه مثلا به اینا پخته میکنه. اینا رو هم خود ما پخته میکنیم. یک دکون 20 نه دیگه هم دکون برادر ما میکنیم به دیگه کس ما نمیفروشیم. فقط هر چی که بخوریم یک نفر میبره. آها دیگه کس نمیتونن بیاد. کس نمیبره نه. بسیار خوب. خب کیلو یک 5 روپیه به شما میمونه؟ خدا واسه که 15 روپیه 10 روپیه 8 روپیه میمونه. بله تو شکر دیگه بس چون کمتر نمیمونه از 15 روپیه هم بالاتر نمیمونه. بسیار خوب. خب شما بندازانی که بینندام ببینم مثلا چرا بازی چور مثلا داخل از اینا قطه میدین؟ خاطر که مخلوط همو جنس همو آرد و پکن دیگه میزنه.
روغن خیلی داغ شده حالا. علت چیه که می جلیبی زودی پخته میشه؟ به خاطر که این نشسته داره فهمیدی؟ نشسته داره زودی پخته میشه. یکم وارد نشسته دیگه چیزی نیست. باد میکنه زود پخته میشه. چرا هم داره تایم. چرا شما ایت زنجیری میکنیم اینا؟ به خاطر که بافته باشه که ازم خطا نخوره. در که به شیره میره بعد از بافته کرده باشه که خطا نخوره ازم دیگه. خب اون لالا چه کار میکنن با؟ اونا یکی به شیره اونا رو قطعه میده دو نفر دیگه هم به طبق قابا میچینم. باز بعد از چیندن سریفی کارش میکنم ری میکنم دیگه خلاص. یعنی منظور شما شیره یعنی شکر؟ مو شکر بله. اول اینا پس داخل از این قوطی شیرین نیه؟ نه اینا که مثل پفک نمکی بره ایتو شما. خب نمیشه مثلا هم اول شما شیرین تیار کنیم همون تا که خود درباره زحمت نکشیم؟ با تا روغن با شیرینی که بنازه میسوزه سیاه میشه با جلیبی سیاه میکنه. به زو واسطه خجول هم تیار میکنیم؟ بله چرا نه. همین نمازدگر خجول بخیر تیار. خب بسیار خوب. امی که شغل شما تنها به می ماه مبارک رمضان یا بغیر روزه هم هست؟ بغیر روزه هم هست. منتها به می فعلا که اینجا اومدیم به خاطر که به منطقه نبودیم به اسمی ندیم. اینجا فعلا شروع کردیم. به اینجا تازه شروع کردیم. منتها عمر خود ما می کسب ما کار کردیم. 25 سال 20 سال خود ما می کسب کار میکنیم. زمستون و تابستون؟ زمستون و تابستون. از کاروبار رزیم؟ شکر الحمدلله. الهی شکر. خدای پاک بکنه که تمام کاروبارا مسلمانان خوب باشه و مسلمان از پریشانی نجات بیافن. لالا جو وقت شما نمیگیریم به خاطر که گرم هم است. یک دم خدای نکرده روغنا شما نسوزه. با عزت باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. شما تشکر.